خانم پرستوی عزیز، جان من. وقتی به دنیای هنر پا گذاشتین، کار آسانی بود یا کار دشواری؟ اینقدر دشوار که تا امیل از دشواریاش فراموش کدام حادثه به خاطرتان مونده که هیچ وقت فراموش نمیکنین از آغاز کارتان؟ از آغاز کارم بدبینی خانواده، بدبینی خیش و قوم، بدبینی که در مدرسه میرفتی و در مکتب درس میخوندی، صنفی ها به طرفت سیر میکرد کی ولا به رادیو میخوانن. این یک خانم است که به روی استیج میرن. یعنی رادیو و استیج مفاهیم بدی بود ما بین جامعه. در گذشته ببینین، در گذشته ما اصلا یک چند خواننده بسیار معدود بود که به عنوان یک خواننده زن در افغانستان خواندن. خب البته تا امروز باقی ماندن و یک تعدادشان البته با حق پیوستن، ولی هنر برای زن در افغانستان یک فاجعه بود. مثل که تولد زن در افغانستان یک خشونت است. موسیقی هم همچون چیزی بود. دکتر سیبگل، به نظر شما چرا اینطور است؟ چرا مثلا جامعه تیپ افغانی که زن کامل مناصفی نفوسش داره، نصف نفوسش داره، ناگهان چرا باید که رفتن به طرف هنر کار دشواری باشه؟ نظر به تجربه شما وقتی که آدم ها مثلا انتقاد میکردن سر شما یا سر فامیل که چرا به طرف موسیقی رفتین، چی میگفتن؟ یعنی چی بود؟ خب اینطور بود که خواندن برای یک زن بسیار گناه بود. گناه بود. یک وقتی اگر شما به یاد داشته باشین، رویلوچی در افغانستان بوده، میگفتن که اوه این صدر اعظم یا این جنرال یا این دگروال دیشب نشرمید، خانم خود رویلوچ ساخته بود، دستمال به سرش بسته کرده بود، برده بود در یک محفل. رویلوچی برای مملکت ما، برای زنها یک فاجعه بود. شما میفهمید چی خواستایی که یک خانم بره و بخوانه. ولی یک چیز دیگر میخواستم بگویم، به هر حالش محافل جشن‌های زنانه وجود داشت. بله. شما میفهمید. بله. مثلا برنامه‌ای که نامزدی ها بود، ممکن زن جدا مرد جدا، پیش از دورهای ما را میگم وجود داشت. چرا با وجودی که نیاز بود، یعنی میفهمیدن که همین برنامه خوشی نیاز است که آدم ها به او سهم بگیرن، طبقه اوناس هم سهم بگیرن. ولی ناگهان تلویزیون چی بود؟ یعنی میخواستم بگم که جامعه به حد سنتی چطور با رادیو مخالف بود؟ یعنی چی معنی داشت برش بودن در رادیو؟ ببینین آقای بدی، بسیاری وقتا یک چیز رواج می باشه، حتما شما موافق هستین. مانده بود در کشور ما، در افغانستان بعض عنعنات او قدیمی شده بود، باید سر از او کار میشد. متاسفانه کار نشده بود سر از این. اگر کار میشد در گذشته و زنها فعال می بودن، میتونستن که دشواری را دور کنن، راه را هموار بسازن. مثل که امروز ماها امی کار کردیم که امروز نازنینای دیگه میاین و استاده میشن و میخوانن. اما اصلا قربانی از ایرا ماها بودیم. ماها و امثال ما، استاد مهوش، خدا ببخشه، خانم ژیلا، خانم رخشانه، خانم سلما، انگامه جان، نغمه جان و همشان، اگر من نامای نازنینشان بگیرم زیاد هستند، خانم نایید بزرگ، خانم قمرگل، همگی. ما وقتی که آمدیم، ما در ایران مبارزه کردیم، یعنی ما یک انقلاب هنری کردیم. چگونه این مرزا رو عبور کردین؟ برای اینکه شما وقتی شروع میکنین ما بین خانه تبریک ما با حافظه دارم کال دوباره خواهد گفتین، لحظه اولی که خواندین کار آسان نبود، برخورد با پدر بود، حتی دستان صدمه دید، چطور بود؟ دوست دارین یک قصه کوتاه از خانواده خود کنم؟ چرا نه؟ من وقتی که خواندم، وقت به رادیو من به پروگرام اطفال رفتم، اما کوتاه میگم که برنامه وقتش نگیرم. و برنامه پروگرام اطفال رفتم، ترانه میخواندم به ترانه خوانی. در اونجا قربان شما استاد خیال بزرگ آمد، در دست ما گرفت، من از این بین ترانه خوانا بیرون کشید. من در یک وایلا شدم، چرا مرا نمیمانین که من ترانه بخوانم؟ گریان گفت تو ترانه نخوان، تو بیا برو بیت بخوان. گفتم چرا؟ گفت بسیار صدای مقبول داری، صدایت خوشم آمد، بیا برو بچیم بیت بخوان. باز خدا غریق رحمت کنه استاد سلیم سرمست که من برشان به نهایت در غیاب از لحاظ فیزیکی از پیش ما رفتن، برای هنرشان همیشه پیش من قابل تقدیر است و دوستشان دارم. استاد ارمان و استاد مددی با استاد خیال، اینا یک جای شدن، رفتن به استودیوی 52 بود. من گفتن غیر ترانه یک چیز دیگر بخوان، چی را دوست داری که میخوانی؟ باز من در اون وقتا بسیار فیلم ایندی باز نیست. من میال اگه دو فیلم از من پرسان کنین، من هیچ فیلم نمیشناسم، دخترای فیلم نمیشناسم، بچای فیلم، چون هیچ ندیدیم از اول. مخالف نبودم، وقت نداشتم. یک خواندن خانم ژیلا را بسیار زیاد دوست داشتم. امی تو امید من، تو پناه من، تو شکوه عشق سیاه من. این خواندم دیدم که دست خود از سر شانیم، خدا باشه
استاد هاشمان تو بسیار گفت بلاستی تو نمیدی بخوان. باز رفتم یک مدت از پدر خود کنجکاو بودم که یعنی خواندن خوب است. باز میدیدم که هر کس در خانواده خودم هم که پدر مثلا یک دگروال بود، صاحب منصب بود، آدم روشن بود، ولی میگفت نه بچه برزن در افغانستان. خود دیدم که در خانه مخالفت است، مادر خود بیخی مخالفت. یک روز یک آهنگ خواندم از استاد زاخیل، یک آهنگ پشتو بود، توبه توبه، نام خود نوریه احمدی ماندم که خواندم. مادرم همیتون صدای مرا شناخت که شناخت آمد در او خانه. من دراز کشیده بودم، یک لیافک سر پایم بود، یک چیز را میخواندم. امرای می دو دست خود که قیل که زدم کتاب امرای لیاف بالا پرید. گفت اینم می خود تو بودی، حالا من برای پدرت میگم، برای برادرت میگم. و مادرم هم گفتم این کاره. به اصطلاح امرای من امنوا نبود، رفیق نشد. باز من دکتر سی وقتی که رفتم پیش پدرم، دیدم پدرم سر میکنه. دویدم در خانه، زمستان بود، صندلی بود، دمیزیر لیاف صندلی در آمدم. آمدم پدرم لیاف فقیر کرد و برادرم هم صدا کرد. آمدن واقعا هم تو میگن یگان دفعه که ظالمانه پدر و برادر مرا لطکوب کردن و اینمی دست من از اینمی قسمت درس شد مشکست. خب برای صورتش کاکا یک مقدار تا یک زمان امرای ما هیچ رفت آمد نکرد. برادر تا آخرین بالاخره هم فامیل خبر شدن دیگه. بالاخره هم فامیل خبر شدن و من در اون وقت یک آدمه که بسیار کوچک ترکال میبینین به اصطلاح وزن نداشتم، ایتی یک دیگه کوره و هر کس مرا کش میکرد. یکی امروی مشتقت میزد، یکی گوش ما کش میکرد، یکی مرا دشنام میداد. ولی من میگفتم که من قربانی امیرای هنر هستم و من بر مملکت خود همی گریان میکردم و میگفتم که قبول کنین که من یک چیز خوب میشم. چند سال داشتین شما؟ من در وقتی که موسیقی را شروع کردم تقریبا در حدود اولین آهنگ خود در 13 سالگی خواندم. جالبه. بله در 13 سالگی خواندم. اون وقت بود که دستم شکست؟ اون وقت بود و اولین آهنگ من که فعلا شکر حیات هستن استاد مددی درجه اول پاس کردن. باز من آمدم گفتم که نفهمیدم درجه اول. گفت تو خواننده درجه اول هستی و از ماه آینده ما امروز توی قرارداد هنری میکنیم. برام بسیار جالب بود. خواننده‌ای بودن که سالها. این رادیو اجازه میداد شما حتما کسی داشتین شما را تا رادیو میبرد یا خودتان میرفتین؟ من در 13 سالگی نورمال مکتب خودم میرفتم. من در کورس تایپیستی میرفتم، تایپ پشتو یاد میگرفتم، تایپیستی فارسی یاد میگرفتم. یک آدم مطلق، یک آدم پرکار بودم. کتابایم زیر بغلم. یک بار شما مرا به کتابخوانی عامی وزارت معرف میگیرین. بسیار به شعر علاقه داشتم، به کتابخوانی بسیار علاقه داشتم. اگر 5 دقیقه من میالم که بیکار باشم فقط من مصروف یک کتاب هستم. زندگی من عشق من فقط کتاب بود، کار. اگر شما از من جور کنین یک آدمی که بگوین یک هفته در خانه بشی به هیچ وجه شیشته نمیکنم. در حقیقت مخفیانه میخواندین درسته؟ مخفیانه خواندم تا تقریبا 1 سال دیگه. باز بعد از 1 سال وقتی که خواندم و قول دادم برشان که من ایرا را بسیار مثبت پیش میرم و بسیار سالم بر خانواده شما دستاوردهای بسیار خوب میارم. باز یک وقتی که بسیار به اصطلاح صاحب یک نام و نشان شدیم، اون وقت پدر زنده نبود که برش میگفتیم که چیزایی که توقع داشتی دوست داری امروز ببین. اما خوب است دیگه. مثل ما باید شما رو وقتتان نگیرم که تنها ما در این راه قربانی نبودیم. هر خانمی که خوانده این دشواری ها را، این راه ها را طی کرده و مردم ما از همون خاطر است که امروز شاید بسیار چهره‌های تابناک موسیقی بدرخشه از لحاظ صفحات تلویزیون، از لحاظ مثلا بعضی اوصاف مقبوله که در خانه ما هست. ولی ما با صدای خود، با کارکردهای خود، با ترانه‌های میهنی خود برای مادر، برای افغانستان، با عشق و محبت برای دوستی خود تا امروز برای مردم خود هنوزم تازه هستیم، کنه نمیشیم. چون با عشق برشان خواندیم، با احترام برشان خواندیم، دوستشان داشتیم، بازیشان ندادیم با شعرهای مبتذل و بازاری و شعرهایی که گلوی مردم ما را خفه کنه و گوش آیشان خراب کنه، انحراف بده برای اولادایشان. اون موسیقی را ما هیچ وقت در افغانستان نآورده. از بلخ تا قنده ها هر جا که میروی ما صداهای ما زنده